کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 21 آگوست سال 2023 خبر داد که تا یک شبانه روز اخیر در کل کانال‌های جمهوری با 3 نفر از جمله یک کودک 11 ساله، یک جوان 19 ساله و یک مرد 53 ساله غرق شدند. از جمله روز 19 آگوست ساعت 14:00 دقیقه ساکن 53 ساله دهه خوجه 5 جماعت اماندره در کنار شهر پنجکند هنگام آببازی در کول 7 کول در حدود دهه رشن پایان جماعت شینگ به سبب رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری غرق شده است. روز 20 آگوست برای جستجوی جسد این مرد غرق شده کارمندان ریاست خدمات مخصوص جستجو و نجات کمیته ولایت‌های فوق‌العاده جلب کرده شدند. جستجوی جسد ساکن پنجکند ادامه دارد. باز 20 آگوست ساعت 14:30 دقیقه هنگام آبگیری از کانال و دسته در جماعت کارز نویه دنقره یک ساکن 19 ساله دهه رخشان زمین غرق شد. جسد این جوان را ساکنان محلی از آب بیرون کشیده به خویشاوندانش سپردند. 20 آگوست ساعت 18:30 دقیقه ساکن 11 ساله دهه جنگل آباد جماعت گلستان شهر وحدت هنگام آببازی در کانال محلی غرق شد. نجات بخشان کمیته ولایت‌های فوق‌العاده به جای حادثه آمده به عملیات جستجو سر کردند. جستجو تا ساعت 23:50 دقیقه ادامه داشت ولی نتیجه نداد. صبح 21 آگوست جستجوی جسد این کودک از سر گرفته شد. بنا به آمار کمیته ولایت‌های فوق‌العاده در نیمه اول سال 2023 در رود و کولها و کانال‌های تاجیکستان 87 نفر جان باختند. از شمار عمومی غرق شدگان 46 نفرش را کودکان و نورسان تا سن 16 تشکیل می‌دهند. سال 2022 در جمهوری در عموم 160 نفر از جمله 80 کودک و نورس تا سن 16 غرق شده بودند.